سلام دوستان. امروز میخوام یک کمدی بامزه و متفاوت رو معرفی کنم. The Animal، محصول سال 2001. این فیلم داستان ماروین مانک، یک مأمور پلیس دست و پا چلفتی رو روایت میکنه که بعد از یک تصادف شدید بدنش با اعضای حیوانات مختلف پیوند زده میشه. از اینجا به بعد رفتارها و توانایی‌های حیوانی در وجودش ظاهر میشن و زندگی روزمره‌اش کاملاً تغییر میکنه. فیلم ترکیبی از کمدی فیزیکی و موقعیت‌های عجیب که پر از صحنه‌های خنده‌دار و غیرمنتظره است. بازیگران اصلی فیلم راب اشنایدر در نقش ماروین، کولین هاسکل در نقش ری و جان مکگینلی در نقش کاراگاه‌اند. از نکات برجسته فیلم، این اثر یکی از کمدی‌های محبوب اوایل دهه 2000 محسوب میشه، با فروش خوب در گیشه و تبدیل شدن به یک فیلم کالت برای طرفداران راب اشنایدر. پس اگر دنبال یک کمدی سبک، پر انرژی و پر از لحظات خنده‌دار هستید، The Animal رو از دست ندید.